وای مامان تو هم کم شیطون نیستی یا؟ خب چجوری با هم آشنا شدی؟ اگه اجازه بدین مامانتون براتون تعریف میکنه. هالوک برای کار اومده بود ازمیر، بعد دیگه آشنا شدیم. چه کاری بوده؟ خانواده هالوک هتلای زنجیره‌ای دارن. تو ازمیرم یه هتل جدید باز کردن. حتی برنامه شب معلم ما هم اونجا برگزار شد. یعنی اینجوری آشنا شدیم. از لپات که اون روز گل انداخته بودن میشد فهمید یه کاسه زیر نیم کاسته. یادم نمیاد نازلی جان اینجوری تربیتت کرده باشم. بس راست میگی دیگه، ساکت شو. شما گفتین هتلای زنجیره‌ای درسته؟ از این پانسیونا که نه ها؟ منظورتون هتل واقعیه دیگه نه؟ نه دقیقاً از همون هتلای 5 ستاره‌ای که میدونی. نمیدونم اسم هتلای زنجیره‌ای مرتوغلو رو تا حالا شنیدین؟ همین هتل مرتوغلو که تو آلسانجاکه؟ همون که استخرش گرون بود مامانم نمیذاش بری؟ وای توش خیلی قشنگه. آره دقیقاً. پس یعنی فامیلی شما هم باید مرتوغلو باشه؟ راستش 45 ساله تا اونجایی که من یادمه. آی دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم، میخوام بغلت کنم. وایسا وقت کردی یک کم هم براش برقص، شاید شباش ما باشم بهت بده. سلین جون عزیزم بیا بشین دخترم، بیا عزیزم. ببخشید معذرت میخوام، تو رو خدا ببخشید. من خیلی خوشحالم واسه مامانم. داداش هالوک شما بچم داری؟ خب راستش وقتی داشتم می اومدم اینجا تو راه یه فکری به ذهنم رسید، ولی مامانتم چیزی نمیدونه. اون الان داره میشنوه. من میگم چطوره آخر هفته تشریف بیارین منزل ما، بیاین استانبول، هم با خانوادم آشنا میشین، همینطوری به این بهونه میتونیم همگی دور هم جمع بشیم. وای خیلی خوب میشه، تو رو خدا بریم. دهه تو چی میگی واسه خودت؟ اومدی خونمون آشنا شدیم، چاییت هم خوردی، حالا دیگه بسته برو. نازلی مگه نگفتم ساکت باش؟ میکنم تو اتاق دارم میبندم. مامان نازلی بشین. ببخشید ما قبلا در مورد اینجور موارد حرف نزده بودیم. یعنی الان بخوایم با بچه ها دست جمعی زشت نیست؟ تصور کن برای تعطیلات آخر هفته میخواین بیاین استانبول 2 روزه. آره ولی خب 4 نفری یه دفعی جای کافی برای همه هست. خونه بزرگه. مطمئنم که همینطوره. ما تصمیممونو گرفتیم، به این پیشنهاد میگیم نه. میگیم آره. میگیم نه. میگیم آره. میگیم نه. ببین به نظر من الان اصلا بحث نکنید. خب بشینید فکراتونو بکنید بعد تصمیم بگیرید. از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. خوشحال شدم پری جان. هر وقت تصمیمتون قطعی شد به منم خبر بدین که بلیطاتونو بگیرم. باشه اینجور که معلومه ما شب طولانی در پیش داریم. به نظر منم همینطوره. اصلا نمیخوام بیایید، خودم راهو بلدم. شب خیر. شب خیر. رأی بگیریم؟ عزیزم این همه چیز برای 2 روز زیاد نیست؟ مامان خب نمیدونم چی لازمه چی نیست، برای همه رو میارم. سرین جان اضافه بار بهمون میخوره ها. پری حقشو داد به من. پری جون صدا در نمیاد. نه منتظر شماها. نازلی کجاست؟ حاضره؟ تو سالانه میگه نمیام. اوف این دختر آخر سر منو میکشه. نازلی پاشو دیگه داریم میریم. هرچی باید 30 دفعه تکرار کنم من نمیام.
نازلی جان، مگه دیشب با همدیگه حرف نزدیم و تصمیم رای گیری نگرفتیم؟ که علکی بود. دموکراسی هم قبول ندارم. من تقلب اعلام میکنم و نمیام. دختر بالغی شدم. زورکی که نمیتونی منو ببری. باشه نازلی جان. باشه؟ یعنی آره چی عزیزم. باشه؟ یعنی بهت التماس نمی کنم. راست میگی، بزرگ شدی، حق انتخاب داری. نمیتونم که زوری ببرم. یعنی تو به خاطر یه آدم تازه وارد میخوای ما رو تنها بذاری و بری؟ آره باشه بریم. الو، الان میایم پایین. تو هم با اینا یاره؟ چی کار کنم؟ آخه مامان خیلی دلش میخواد. کاش که تو هم میومدی. بهت خیلی خوش بگذره. پول گذاشتم رو میز، غذا هم تو یخچال داریم. برای 2 روزت فکر میکنم بس باشه فعلا. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر پرنسس. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. من میتونم جلو بشینم؟ نمیدونم مامانش میتونه اگه بشینه؟ کمربندتو ببندی آره عزیزم. بیا عشقم. انگار یه نفرمون کمه. نپرس، بعدم برات تعریف میکنم. هالوک خان. نهال جان، من اگه زنگ بزنم هم فایده نداره، جواب نمیده. اگه شد یه سر به خونه ای ما بزن. دلم پیش بچه مونده. باشه عزیزم، ممنونم، میبوسمت. داداش هالوک، با هم سلفی بندازیم. باشه، چرا که نه؟ حالا نهان میره از نازلی مراقبت کنه. آره عزیزم، تو کمربندتو بستی؟ آره مامان بستم. سرین جون، مگه هالوک هم کلاسی تا آخه زشته دیگه مادر؟ داداش هالوک، کی دوباره بهش پیشنهاد ازدواج میدی؟ سرین جان آخه این چه سوالیه؟ مگه چیه؟ اگه نازلی گن نزده بود الان تموم شده بود. ما هم تو سرمون یه گزینه‌های جدید داریم. وی خیلی رمانتیکه. سلین ول میکنی اون گوشی رو؟ سلین تو قصر زندگی میکردین دیگه. تیپاشونو ببین تو رو خدا. بدون تو زندگی شیرین تره. بیمزه. اصلا تعجب نکن مامان ازدواج کنه. فضایی تو ماشین خیلی عاشقانه است. مگه همچین چیزی ممکنه؟ وای خدا، ویو رو نگاه کن. داداش هالوک، تو خونتونم همچین ویویی داری؟ خب